یه شانسی توی دهه 40 و 50 بود که اتفاقا اینا به شکلی فقر فروشی بکنن، اولا واژه فقر، یعنی خودشون رو ظاهرا جزو طبقات زیرین معرفی میکردن و این قابل پذیرش تر میکرد. الان وضعیت یه جور دیگه است. الان اتفاقا یه قشر نوکیسه که تازه به دوران رسیده پس از 57 در واقع هست که اتفاقا هم فکر میکنم واقعا از دوره رفسنجانی به این سمت اینها آروم آروم به وجود اومده. ما یک پوستی از مدرنیته رو وارد کشورمون کردیم به ویژه در دوران پهلوی اول دوم، ولی به نظر من نهادها هیچ وقت اونجوری که باید ساخته نشده. یعنی اون فرهنگ ترجمه‌ای که میگیم این شد که ما همه چیزو فقط کپی برداری کردیم. کی هم کپی برداری میکرد؟ همین